سلام بینندگان عزیز، آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهادی شما میکنیم. امروز سه‌شنبه 22 مارس و من زرنگزی نوروزشاه در این برنامه همراه شما. نخست نگاه به سرخط گزارش‌های برنامه. در شهر ماریوپول اوکراین مرده ها را در کوچه ها گور میکنند. ولادیمیر زلنسکی میگوید به ملاقات با پوتین به جنگ پایان دادن امکان ناپذیر است. من چند سال باز به تکرار چنین پیشنهاد کردم. به فکر من به این ملاقات شما در واقع نمیدونید که آنها برای خاتمه دادن به جنگ به چی آماده هستند. بعد آغاز جنگ در اوکراین در تاجیکستان هم گروه‌های نو پیدا می‌شوند. جسدهای تاجیکانی را به زادگاهشان می‌آورند که در صف نیروهای روسیه می‌جنگیدند. بود است در نصیب شمیخیل شد. ما برادران میگویم که ما ای دولت روسیه نون و نمک خوردگیم. و یگانه شرکت روسی که پیوسته مسافران تاجیک را به روسیه می‌برد و از آنجا به تاجیکستان می‌آورد گرفتاری مشکل شده است. مسافرانش سرگردانند. چیکار می‌کنیم اینجا خوب می‌رسه روسی میریم هر روز یا که پلابتیان یا که بگن خیلی کانکریتا میگه میپره یا پاگا میپره. نظامیان اوکراین انتظار دارند که حمله نیروهای روسیه به زیربنیادهای مهم و انشاءات غیر نظامی سخت‌تر می‌شود. با گذشت 27 روز از آغاز جنگ، شهر ماریوپول در جنوب اوکراین صحنه نبردهای شدید بین دو طرف شده است. روز 22 مارس محافظان این شهر که ویرانه‌های زیادی در آن دیده می‌شود، حمله نیروهای روسیه را برگرداندند. عین زمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت که به گفتگوی روبرو با ولادیمیر پوتین به جنگ خاتمه دادن امکان ناپذیر است. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. از بخش‌های شهر ماریوپول اوکراین فقط ویرانه مانده است. عکس‌های ماهواره‌ای دودی غلیظ را نشان می‌دهند که بعد بمباران خانه‌های استقامتی به هوا پیچیدند. شام دوشنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین دیگر باره خواستار ملاقات با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه شد و گفت به گفتگو با او به جنگ پایان دادن امکان ناپذیر است. Я вважаю, що до кінця цей момент без моєї зустрічі з президентом Російської Федерації. من چند سال باز به تکرار چنین پیشنهاد کردم. به فکر من به این ملاقات شما در واقع نمیدونید که آنها برای خاتمه دادن به جنگ به چی آماده هستند و نمیدونید در صورت قبول نکردن این یا آن مصالحه از طرف ما آنها به چی کار قادر هستند. Щоб зупинити війну і на що вони готові. زلنسکی یک سال سعی ملاقات با پوتین داشت ولی او رد می‌کرد. روسیه جنگ در اوکراین را عملیات مخصوص نظامی برای غیر نظامی کردن اوکراین و محافظت آن از فاشیستان نامیده است. پوتین میگوید ناتو یک ابزار دستی امریکاست و با تقویت نفوذ در قلمرو اوکراین به روسیه تهدید می‌کند. زلنسکی روز دوشنبه دیگر باره گفت اوکراین به ناتو پیوستنی نیست. در این میان ساکنان شهر ماریوپول به نیروی برق و آب و گرمی در تهخانه ها زندگی می کنند. فرانچسکو روسا از کمیته بین المللی صلیب سرخ روز دوشنبه گفت کاروان کمک های بشری به شهر وارد شدن نمی تواند. کاروان در مانده است، رفتن نمی تواند. آنها منتظر رضایت صلیب سرخ اوکراین هستند ولی تاکنون این سازمان به منطقه دسترسی ندارد. آن گونه می‌دانید آنجا عملیات سخت ادامه دارد. در دیگر جایهای شهر صحنه‌های مدهش را می‌توان دید که آدمان در کوچه‌ها برای همسایه‌هایشان گور می‌کنند. سازمان ملل میگوید از شهرهای بمباران شده به مثل ماریوپول آماری درباره تلفات گرفتن نمی‌تواند. با گفته مقامات از زمان آغاز تجاوز روسیه 2500 نفر کشته شدند. روسیه میگوید که غیر نظامیان را هدف نمیگیرد. با آنکه از جنگ روسیه در اوکراین تقریبا یک ماه می‌گذرد، آمار تلفات مسکو دقیق اعلان نشده است. مقامات روسیه یک بار شماره سربازان کشته شده را تقریبا 500 نفر گفتند. اخیراً یک نشریه نزدیک به کرمل با تکیه به وزارت دفاع روسیه گفت که در جنگ حدود 10,000 سرباز کشته شده است. اما خبر را زود برداشتند. توجه به آمار تلفات جنگ در اوکراین در تاجیکستان هم زیاد است، چون در میدان جنگ تاجیکان هم هستند. محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. قبر سید اکبر سیدوفی 50 ساله، افسر کشته شده روسیه در جنگ اوکراین.
جسدش را روز 17 مارس چند افسر پایگاه 201 روسیه به زادگاهش دهه تودابایان ناحیه همدانی آوردند. یار محمد سعیدوف رئیس دهه تودابایان و برادر سعید اکبر گفت که او سالهای پیش شهروندی روسیه را گرفته در صف قواهای مسلح همان کشور خدمت میکرد. او با دعوا میگفت که خانواده آنها از سال 1992 نان روسیه را خورده اند. بود است در نصیبش هم خیلی شد. ما برادران میگم که ما ای دولت روسیه نان و نمک خوردگیم، ای 92 طرف خوردگیم. داریم ما نسبت مثال دولت روسیه یگون نفرت هم نداریم، دیگه نداریم. پاجالستا اینا بگفتی گپو اگر توسط یمی حکومت تاجیکستان بخواهم با ما نمیریم سلوجید میکنیم بی پرابلم. همدهگان سعید اکبر سعیدوف نخواستند در نزد دوربین صحبت کنند. آنها در صحبت حضوری از او ستایش کردند. گفتند سعید اکبر 3 دختر و 2 پسر داشته است که همگی در روسیه زندگی میکنند. همدهگان گفتند که طبق خبرهایی که به گوش آنها رسید سعید اکبر روز 7 مارس در اوکراین کشته شده است. رئیس جماعت چوبک ناحیه همدانی گفت سعید اکبر کیها شهروند روسیه شده بود. همراه جسد سعید اکبر سعیدوف افسران پایگاه 201 روسیه همچنین جسد رمضان مرتضایف 38 ساله را به ناحیه همدانی آوردند که او نیز در جنگ اوکراین کشته شده است. این هم حوالی پدر رمضان است که مردم فاتحه خوانی آمده‌اند. پدر رمضان خواستار صحبت بود ولی برادرش نخواست پدر درباره پسر فوتیده‌اش صحبت کند. ناحیه همدانی سابق مسکوست که در جنوب تاجیکستان با ولایت تخار افغانستان هم مرز است. تا سال 2005 مرز این ناحیه را با افغانستان مرزبان‌های روس نگاهبین می‌کردند. از جنگ روسیه با اوکراین 27 روز سپری می‌شود. در یک فهرست نیروهای روسیه نام نزدیک به 6000 نفر آمده است که از آسیای مرکزی اند. درباره نزدیک به 100 نفر آنها گفته شده است که زاده و پروردگان تاجیکستانند. برنامه را پی میگیریم و گزارش نوبتی هم درباره پیامدهای جنگ روسیه در اوکراین است. یکی از شرکت‌های هواپیمایی در روسیه عزیمت برای پرواز به 10 کشور دیگر از جمله به تاجیکستان و ازبکستان اجازه گرفته است. به گفته مقامات روسیه هواپیماهای شرکت از شهرهای سوچی، رستوف و کراسنودار به تاجیکستان پرواز می‌کنند. این در حالی است که شرکت اورالسکی آویالینی چند پرواز به تاجیکستان را قطع کرد و مسافران زیادی در تاجیکستان و روسیه سرسان و سرگردان شدند. مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله در این باره گزارش دارند. این نفران چند روز است که منتظر پرواز به روسیه هستند ولی با سبب به تأخیر افتادن پروازهای شرکت اورال سرسان شدند. چه روز شد؟ کدام شهر؟ مسکو ژوکو. چی میگه؟ میگه که اوخی زدش که اوت نپردایسن میگه. چیکار میکنه اینجا خوب من سه روز شد. میریم قبول مونم اینا. 2 روز 3 روز میریم هر روز. دیگه روز است. رفتم اومده سیما کرد. یگان کسی هم گفت انیق میگه؟ نه تا حال نگفتم. معلوم نیست میگه. بلیط شما کی بود؟ 15 چسلا. 15 مارس. بله. این ازدحام در نزد نقطه شرکت اورال در فرودگاه دوشنبه است. آنها در روی خط مسافرانی که باید پرواز کنند نام خود را میجویند. رهبر نمایندگی شرکت اورال در تاجیکستان گفت سبب پیش آمدن وضع تحریم‌های جاری شده علیه روسیه می باشد. سانکسیا بود که سامولوت‌های رجیسترینگ اروپا دا محکم کرده شوند. امروز سر کردم و رجیستر کردن سامولوتامون برای رسید دادن دیگه نمیشه زدیش کرد. سرسانه مسافران شرکت اورال تنها در فرودگاه دوشنبه نیست. عین چنین حالت حالا در فرودگاه خوجند و بعض فرودگاه‌های روسیه هم دیده می شود. فرزندم باید 2 روز 2 سوت کشید زدش گرفته. در کدام شهر؟ مسکو دا. هنوز معلوم نیست که سرسانی آنها کی به انجام می رسد. بعد از قطع شدن پروازهای شرکت سیبریا S7 به تاجیکستان، شرکت اورال از اساسی ترین شرکت‌های هواپیمایی بود که میان تاجیکستان و روسیه مسافر می‌برد. ولی حالا با پیدا شدن مشکل در پروازهای شرکت اورال، هنوز معلوم نیست که در بازار مسافرکشان میان تاجیکستان و روسیه باز چی دردسرهای برای مهاجران در راه است. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
با رسیدن نوروز در تاجیکستان بازار خیاطان و هم کورته‌های ملی گرم می شود. امسال هم اطلس و چکن سیر خریدند، اما در شکل و آرایش نو. طراحان تاجیک میگویند مد لباس ملی تغییر کرده است. اکنون زنان و دختران اکثرا از پیراهن‌های تنگ به کورته‌های وسیع رو می‌آورند. با ویژگی‌های مدی امساله کورته و لباس ملی در گزارش از همکارم نگاره فضل‌الدین آشنا می‌شویم. بهار آمد، نوروز می رسد. دوزنده ها سیرکارند، لباسی بهاری می دوزند. پیش از نوروز زکازمون کم بود، برای که زمستان ماه مرد با اوجه زکازمون بسیار می شد. در یک روز 2-3 کورته می دوزیم. از 100 سومون سر می شد تا 1000 سومون. نرخ ها نه به همه فورمند، ولی آنهایی هستند که پول را دریغ نمی‌دارند. نرخ این متا 1500 سومون، آرایشش 1500 سومون میشه باشد، برای که سنگ‌هایش گران است. دیگران میگویند که به خاطر عید صرفه‌جویی نمی‌کنند. در یک سال یک بار نوروز می‌آیند و ما آن را می‌خواهیم که با یک تنتنه مقصد جشن گیریم. در منطقه ها مردم بیشتر هواداران پاپوری و چکن هستند، زیرا این نوع کورته ها را به فرق از اطلس می شود بیشتر استفاده کرد. نرخ پاپوری در بازار تا 200-300 سومانی ارزش دارد، لیکن چکن های ما از 1000 تا 1500 تا 2000 نرخشان هستند، لیکن بسیار زحمتشون بسیار زحمت طلب هست. اینا با نوک سوزن دختگی. طراحان حرفه‌ای از تغییر مد کورته ملی در سالهای اخیر صحبت میکنند. از جمله کورته های تنگ با کورته گریباندار و کشادبر میگردد. انتخاب اطلس هم برای بانوان فراوان شده است. هر یکی از دیگر زیباتر و رنگین‌تر. Сейчас уже все переходят на воротнички, стоечки, которые вот раньше. حالا همه کورته‌های ایدانه‌شانро با قالب قدیمی فرمایش می‌دهند. همان مدی که مادران و بیبی‌های ما می‌پوشیدند. به مثل کورته‌های کوتاه و وسیع با گریبان‌های شکل‌های گوناگون. برای همین من گفتنی هستم که مد قدیمی برگشته است و این خیلی خوشحال کننده است. حالا دیگر کورته‌های تنگ از بین رفتند. صرف نظر از گرانی متا و حق خدمت دوزنده‌ها، زنان و دختران تاجیک به خود اجازه می دهند که اطلس و ادرس و چکن و پاپوری ببر کنند. در کوچه های دوشنبه به باران های روزهای اخیر نگاه نکرده، اطلس پوش های زیادی را دیدن ممکن است. پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالفین تاجیک در اروپا که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، امسال جشن نوروز را تجلیل نکرده است. مسئولانش سبب چنین تصمیم را به کشته شدن چند نفر در بدخشان و جنگ روسیه در اوکراین پیوند دادند. علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی روز 22 مارس گفت ایجاد فضای ترس و هراس و کشته شدن چند ساکن بدخشان آنها را وادار کرده است که امسال از تبریک نوروزی خودداری کنند. بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه امروز بود. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیوی آزادی، اینستاگرام، فیسبوک و کانال ما در تلگرام دنبال کنید. پیوند تلگرام را شما می توانید از صفحه های دیگری آزادی پیدا کنید. برای کار به شما و استراحت خوب خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.